سلام و خسته نباشین. خدمت شما کاربران کانال اپ رضا هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطوری کل گوشیتون رو پروکسی همون ضد فیلتر کنید. پروکسی که یعنی ضد فیلتر نه، ولی خب میخوام بهتون بدم هر چیزی که فیلتر رو بدون استفاده از فیلتر شکن وارد شین. مثلا من یوتیوب میرم تو یوتیوب. خب یوتیوب الان فیلتر دیگه برای ایران. مثلا ببینید چیزی عوضشه. مثلا من میذارم رو این ویدیو هیچ نمیاره. خب اول که تو کانال تلگرامی ما جون شید، چون دستورات رو داخل یک فایل تکست داخل اون میذارم. چند یوتیوب ما رو هم ساب کنید، لایک کامنت فراموش نشه. بریم سراغ موضوعش. فقط هم نیاز به ترموکس. وارد ترموکس میشیم، دستور پکیج اینستال تور رو وارد میکنیم که من تور رو نصب دارم. کنترل سی میزنیم خالی میشه. بعد از اون یه نیو سیشن واسه ما دستور تور http تونل پورت تو قسمت پورت، هر پورتی که بخوام میتونید بزنید. حالا من 8000 میزنم چون خیلی بهتر عمل میکنه. خب اینجا میبینید یه سری اعداد 10 اینا بعد صبر کنید تا 100 بشه. بعد اینکه 100 شد بعد برید تو تنظیمات گوشیتون، بخش موبایل نتورک همون سیم کارت. اینجا رو سیمی که فعاله بزنید. من سیم دوم فعاله، من رو سیم 2. اینجا روی اکسس پوینت نیم کلیک میکنم. اینجا روی نیو ای پی ان کلیک میکنم. تو قسمت نیم یعنی اسم براش میذارم تور مثلا. تو قسمت ای پی ان اگه ایرانسلی بزنید، ایرانسل که نه، من حالا مثلا هم اولا MCI net. پروکسی هم بزنید روی 127.0.0.1. پورت هم که تنظیم کن رو هم پورتی که رو اون زدین. حالا من زدم 8000. خب سیوش کنید، میریم رو تور. خب ببینید اینجا میبینید نوشته MCI net. من اونجا هم زدم رو APN MCI net. مال ایرانسل فرق داره، مال اونم بخونید. خب من الان مثلا میرم داخل یه یوتیوب دیگه. الان خب میرم تو یوتیوب، میبینید که همش آورد. مثلا من میرم داخل این یکی، میبینید سرعتش هم خیلی بالاست. همه چیو میاره براتون خیلی 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 راحت. و اگر من ترموکس رو قطع میکنم، بعضی موقع ها دوستان دقت کنین، ببینین ترموکستون فعال باشه خیلی بهتر عمل میکنه. اگه ترموکستون قطع بشم امکان داره عمل کنه، امکان داره عمل نکنه، که اینجا دیگه عمل نمیکنه. خب این بود از این ویدیو. تا ویدیو دیگه، خدا یار نگهدار.